سلام. دادستانی ولایت ختلان رسیدگی به پرونده زندانی امید تشایف را از روی ماده کشتار ادامه می دهد. تشایف برای قتل سرهنگ عمر قیوموف رئیس بازداشتگاه موقتی کولاب گناهکار دانسته می شود. حادثه قتل وحشیانه رئیس بازداشتگاه شام یکشنبه رخ داد. مقامات میگویند که کشتار رئیس بازداشتگاه در اتاق کاریش از جانب زندانی امید تشایف هنگام سرتراشی رخ داده است. تشایف با قیچی به سر و بدن قیوموف 65 ساله چند ضربه زده است. بانک ملی تاجیکستان از همه بانک ها و نهادهای خرد قرضدهی تقاضا کرده است که فرستادن مبلغ از طریق سیستم میگام روسیه را قطع کنند. سبب این است که بانک مرکزی روسیه بانک یوروستات را از مجوز فعالیت محروم کرده است. بانک ملی تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت عاید با واقع آمدن این کار تشکیلات‌های قرضدهی جمهوری خبردار نمود و آنها را موظف کرد که جهت پیشگیری انتقال من بعد مبلغ‌های مهاجران مهنتی توسط این یوروتراست که شهر مسکو چرای داره اندیشه است. میگم یکی از نظام‌های انتقالی هم بانک است. میگام در تاجیکستان 50 نقطه انتقال مبلغ داشت. مسئولین شرکت بازگردان پولهای مشتریان را ضمانت می‌دهند، ولی در دوشنبه بعضی ها نمی‌توانند پولهای در یک هفته اخیر فرستاده را بگیرند. در شهر دوشنبه خدانظر عصازاده، ادبیات شناس و شرقشناس، رکتوری پیشین دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی در سن 73 سالگی بر اثر بیماری دل درگذشت. او فعالیت کاری خود را از آموزگار مکتب شروع کرده، سپس به تحقیق ادبیات عصر 20 تاجیک مشغول شد. بیش از 30 اثر علمی به نشر رساند و از مبلغان آموزش آثار صدرالدین عینی به شمار می رفت. استاد عصازاده از جمله عالمانی بودند که تمام عمر با برکت خود را صرف تربیه معنوی فرزندان کردند. خدانظر عصازاده بعد نصف روزی در آرامگاه سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. در شهر دوشنبه در مرکز تعلیمی مولتیکید مراسم معرفی برنامه تعلیم در لهستان برگزار شد. مولتیکید نماینده رسمی دانشگاه منطقه‌ای اروپای اقتصادی در یوزف می باشد. در جریان معرفی مارتا واجیتسکا و آنا سنیگولوفسکا نمایندگان دانشگاه مذکور به حاضرین درباره اصول دریافت دانش با صفت اروپایی با قیمت‌های ارزان، پیدا کردن کار در آن کشورها و درباره موفقیت در کار و دانش اندوزی توضیحات دادند. خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.